سلام دوستان، وقتتون بخیر. با فال روزانه 10 خرداد در خدمتتون هستم. بریم ببینیم که امروز چی در انتظارمونه. کارت افتاد؟ نه، کارتی نیفتاد. کارت ها خیلی مقاومت میکنن امشب. کارت داد. خب، کارت 4 شمشیر و 4 جام، همطور که میبینید. به نظر میاد امروز فرصتی قراره به شما رو بکنه که از جانب خداست، ولی شما چشمتون رو بستید و این فرصت رو نمیبینید. احتمال وجود داره به خاطر شکستی باشه که در گذشته خوردید و ممکن احساس بکنید که از نظر احساسی دچار دلزدگی و مردگی شدید. فکر میکنید که توجه به این پیشنهاد ممکنه که آرامش روحی شما رو به هم بزنه، ولی ازتون میخواد که بیشتر در موردش فکر بکنید، چرا که این پیشنهاد خوبی هست و از جانب خداست و سرنوشت شما این هست که این پیشنهاد رو ببینید، بپذیرید و قبولش بکنید.